تو این ویدیو به صورت کامل میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری یک جلسه دموی آنلاین رو ضبط کنید، رکورد کنید و چه نکاتی رو باید رعایت کنید و در آخر هم نمونه ضبط شده خودم رو که تدریس کوتاه 5-6 دقیقه‌ای دارم رو براتون میذارم که بتونید ایده بگیرید. پس با من همراه باشید. اگه شما یه معلم هستید و میخواید واسه یک کمپانی خارجی برای تدریس آنلاین یا هر جای دیگه ای اپلای کنید، باید اینو بدونید که یه جلسه دموی خوب که از قبل رکورد شده باشید یکی از لازمه های کارتونه. پس خیلی ارزش داره که وقت بذاریم روش و سرمایه گذاری کنیم و این جلسه رو آماده داشته باشیم که هر جای خواستیم ثبت نام کنیم دیگه این جلسه رو براشون بفرستیم و دیگه هی نخود دوباره ضبط کنیم. حالا بریم یه جلسه دموی آنلاین استاندارد به چه صورته. نکته اولی که باید بهش توجه کنیم پریپریشن. یعنی چی؟ یعنی که من از قبل آماده باشم، ببینم که متریالی که در اختیار من برای تدریس قرار داده شده چه چیزی هست، کامل مطالعه کنم، تلفظها رو روشون مسلط باشم و اگه گرامر خاصی اول مطمئن شم که خودم یاد گرفتمش که بتونم درست منتقلش کنم. بعضی وقتا هست به اون متریال نمیدن، ما خودمون باید متریال آماده کنیم. به عنوان مثال این مؤسسه‌ای که من ثبت نام کردم ازمون خواست که ما خودمون متریال آماده کنیم. منم ترجیحم توی اینجور مواقع استفاده از پاورپوینت، چون نوشته ها بزرگه، درست و اوکی همه چیز رو منتقل میکنه و خب ساده ترم هست. فقط شما باید وقت بذارید و درستش کنید از قبل. این نکته‌ای که داخلش هست. حالا آخر ویدیو حتما میبینید که من چجوری از پاورپوینت استفاده کردم و تونستم یه مطلبی رو به صورت دمو تدریس کنم. پس پریپریشن خیلی مهمه. حتما آماده باشید برای متریال، ببینید چه متریالی میخواید تدریس کنید و اون موردی که میخواید تدریس کنید و حتما بهش تسلط کافی داشته باشید. مورد بعدی اینه که حتما اینستراکشن و اون دستورالعملی که بهتون دادن رو چک کنید. چرا اینو میگم؟ اصلا اینستراکشن چیه؟ ببینید اینستراکشن اون نکاتیه که گفتن توی دمو باید رعایت کنید. مثلا ممکنه بگن که آقا good lighting، یعنی نور باید خوب باشه، شما تصویرتون باید به صورت کامل دیده بشه. ببینید الان من نورم تقریبا اوکیه، اگه من این سافت باکس دیگه روی صورتم هست و خاموش کنم ببینید چقدر فرق میکنه، کلا نصف صورتم تاریک شد. پس این نکته خیلی مهمیه که شما یه نور اوکی داشته باشید، میکروفون خوب داشته باشید، بک‌گراند مناسب داشته باشید، یا حتی اگه هدست دارید از هدست استفاده کنید، خیلی تاثیر داره. اینا ابزار کاره معلم های آنلاینه. پس توی اینستراکشن و دستورالعمل ها ما میفهمیم که چه چیزهایی رو لازم داریم، چه چیزهایی لازم نداریم و در کل یه ایده خوبی بهمون میده. بریم سراغ مورد سوم. مورد سوم چیه؟ Smile. Be in your best mood. یعنی چی؟ یعنی که آقا مشخصه دیگه، یعنی شما باید از همون لحظه اول که شروع میکنید باید لبخند به لب داشته باشید و سعی کنید که مود خوبی داشته باشید در کل. اوکی؟ اونا که براشون مهم نیست شما چقدر در اون روز چه اتفاقاتی براتون افتاده، یا مثلا نمیدونم آموزشگاه داره بهتون حقوق کم میده و شما از سر ناشاری دارین این کار انجام میدید. اونا براشون مهم نیست. اونا میخوان بهترین دبیر و خوش انرژی ترین دبیر و با انرژی ترین دبیر رو جذب کنن. اوکی؟ پس بنابراین خیلی مهمه که مود خوبی داشته باشید و لبخند بزنید، چون جلسه دمو در واقع نمونه تدریس شماست. حتی اگه توی کلاس هم به اون شکل دقیقاً تدریس نکنید و اونقدر انرژی نذارید، به نظر من ارزش داره که اون 5-6 دقیقه که دارید دمو میدید رو توی بهترین حالت خودتون باشید. پس خجالت نکشید، در واقع همه چی رو بذارین کنار، مهم نیست چه اتفاقی قبل از جلسه افتاده براتون، سعی کنید با انرژی باشید. بهترین دمویی که میتونید برگزار کنید رو اونجا انجامش بدید. پس مورد سوم این شد Smile, be in your best mood. مورد بعدی، در شروع جلسه دمو حتما خودتون رو معرفی کنید و بگید که چه چیزی رو قراره تدریس کنید. اوکی؟ پس شروع می‌کنید معرفی کردن خودتون. My name is Mohammad Wafakish and I'm going to teach this topic. I'm going to teach simple present tense. خیلی ساده معرفی کنید خودتون رو و بعد شروع کنید به برگزار کردن جلسه دمو. در شروع تدریس دمو یک چیزی که خیلی مهمه مخصوصا برای تدریس آنلاین اینه که شما حتما مورد 5 رو رعایت کنید. مورد 5 چیه؟ check for audio and video. ببینید توی تدریس آنلاین بعضی وقتا ما خب قطعی اینترنت رو داریم از طرف دانش آموز، از طرف دبیر. حالا جدا از این که شما اینترنتتون چقدر خوب باشه همیشه باید چک کنید اول و این موردیه که
اون افرادی که شما رو استخدام میکنن همیشه در نظر دارن که آیا شما حواستون هست که چک کنید ببینید که صداتون برای دانش آموز میره، تصویرتون برای دانش آموز میره یا خیر. حالا من چجوری میتونم چک کنم؟ خیلی ساده است. 2 سوال میتونید بپرسید. Can you hear me and see me clearly? Can you hear me and see me clearly? خب اگه بگی yes که یا میتونیم بگیم که Is my audio and video clear for you? Is my audio and video clear for you? از این 2 سوال استفاده کنید برای اینکه مورد 5 یعنی check for audio and video رو انجام بدید. مورد بعدی چیه؟ TPR Total Physical Response. اگه دوره تسول، تفل یا TTC یا حالا هر دوره تربیت مدرس مرتبط رو گذرونده بودید میدونید که میدونید که TPR میشه Total Physical Response. این یک متدیه که ما دبیرهای زبان خیلی زیاد توی کلاس ازش استفاده میکنیم. مثلا یه مورد براتون مثال بزنم. توی کلاس حضوری به این شکلی میگیم look at the board. look at the board. داریم با دستمون اشاره میکنیم که آقا منظورم از look، اگه زبان آموز برای اولین بار اینو بشنوه متوجه میشه که آقا منظور از look اینه که نگاه کن، به تخت نگاه کن. حالا توی کلاس آنلاین این اهمیت دوچندان پیدا میکنه، چون من یک سره دارم از صدای خودم و تصویر خودم استفاده میکنم. بیشتر نقش صدای من خیلی بیشتره اگه دقت کرده باشین. اوکی؟ و اینکه TPR یه مقداری کم رنگ تر میشه. حالا ما تصویرمون محدوده دیگه، یعنی شما صرفا توی کلاس آنلاین تصویر تیچر رو میبینید، حالا امکان داره دستاشو ببینید یا اینکه نه. TPR اینجا اهمیت پیدا میکنه که خب من اگر باید یه سری چیزها رو ابداع کنم یا از قبل یاد داشته باشم. ببینید مثلا من به جایی که بگم please listen and repeat، اوکی، میتونم از دستم استفاده کنم listen repeat. اوکی، سریعتر هم گفته میشه. یا مثلا میخوام یک کلمه رو تکرار کنم، میگم اوکی please repeat after me pen. الان من 2 جمله پشت هم گفتم. اوکی، به جای میگم pen شما بعد من تکرار میکنید. اوکی، پس این مدل TPR خیلی کاربردیه و حتما یادتون باشه که از این TPR هم استفاده کنید. و مورد آخر که در پایان کلاستون هست و اهمیت زیادی هم داره encouragement and feedback. توی جلسه دمو حتما باید آخر به زبان آموز بگید که آقا well done, you did a great work, good job. و حتی اگر یه سری کاردستی ها و یه سری حالا پرایز هم آماده کرده باشید با مقوا که عالی میشه. که حالا مثلا من یه نمونه اینجا دارم بهتون نشون میدم. من یه تخته کوچیک دارم که از این استفاده میکنم. توی ویدیو هم میبینید که چه اتفاقی میفته. حالا این یه نمونه خیلی ساده است، ولی حالا یکی از همکارای کاردستی درست کرده بود که اونم براتون میذارم ببینید. خب همینطور که میبینید این کاردستی اگه وقت و حوصله‌اش رو داشته باشید خیلی 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 زیاد اهمیت داره و مخصوصا توی جلسه دمو، چون اونا میخوام ببینن که شما آیا حواستون به زبان آموز هست یا نه. اینا نکاتی بود که خواستم بهتون بگم. به صورت خلاصه یه مرور بکنیم همشو. مورد اول پریپریشن بود، آماده باشید، متریال چک کنید. مورد دوم چک instructions، ببینید چه دستور عملی بهتون دادن، تایم دمو چقدره، چه چیزایی نیاز آماده کنید. مورد سوم smile, be in your best mood، مود خوبی داشته باشید. مورد چهارم introduce and say what you're teaching، مورد تدریستون رو بگید، خودتون رو معرفی کنید. check for audio and video، سوال ها رو بپرسید حتما. TPR Total Physical Response، از بدنتون استفاده کنید، از دستاتون استفاده کنید برای اینکه کلمات کمتری بیان کنید. و مورد هفتم encouragement and feedback، حتما فیدبک و حالت تشویق رو در آخر کلاس داشته باشیم. بریم سریع سراغ ویدیوی نمونه من که ضبط کردم برای کمپانی اندونزیایی و ببینیم که یه نمونه جلسه دموی واقعی به چه صورت باید باشه. اینم بگم که ویدیو به تنهایی ضبط شده، یعنی من زبان آموز نداشتم و زبان آموز فرضی داشتم. اوکی، پس تعجب نکنید اگه میبینید من دارم همینطوری صحبت میکنم، کسی نیست، فقط خودمم. بریم سراغ ویدیو و ویدیو رو ببینیم. Welcome to this demo session. My name is Teacher Mohammed and today I want to have this short demo lesson about the weather vocabulary and also practice the question, what's the weather like? So let's get started. Hello, welcome to my class. My name is Teacher Mohammed. I type my name for you in the chat box. What's your name?
Okay, nice to meet you. How do you spell your name? Okay, great. Can you see and hear the teacher clearly? Okay, very good. So let's get started. Today we want to talk about weather and practice this question. What's the weather like? Let's start. Okay, so this weather is sunny. Sunny. Please repeat after the teacher. Sunny. Okay, good. One more time. Sunny. Well done. Now, the sun is a star made of burning gas. The sun gives us daylight and also gives us heat. When it's a sunny day, you can feel the warmth of the sun on your skin. So, that is sunny. Now, let's practice the question. Please repeat after the teacher. What's the weather like? It's sunny. Well done. Next part. Repeat after me, please. Rainy. Rainy. Okay, well done. When you see very dark clouds in the sky, they are carrying lots of tiny drops of water. When some of these drops of water fall down from the clouds to the ground, we say it is raining. Okay, now let's practice the question. Next page. Repeat after the teacher. What's the weather like? It's rainy. Okay, well done. Now, the next part is cloudy. 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 Very good. Clouds are made up of lots of tiny drops of water. Clouds can have different shapes and sizes. You can also have different colored clouds. Some clouds are white and some of them can be gray. Okay, now let's move on to the next page. Please repeat after the teacher. What's the weather like? It's cloudy. Well done. Okay, well done. You're doing a good job. Now, let's move on to the next word. Please repeat after me. Snowy. Okay, so snow is soft, white ice crystals that fall from the sky. They can form a layer of white snow on the ground. If it's too cold, it will not snow, but there will be ice, just like in the picture. You can see the snow in the park. Okay, now let's practice. What's the weather like? It's snowy. Okay, great. Good job. Now, let's move on to the next one. Repeat after the teacher. Windy. Windy. Okay, good. You cannot see the wind because it is just moving air. It's like this is the sound of the wind, okay? Now, however, you can see the effect of the wind that has on different objects. You can see leaves and tree branches blowing in the wind. The speed and the direction of the wind can be measured. So the weather is windy right now. Okay, let's go. What's the weather like? It's windy. Okay, well done, well done. Let's move on to the last word. Repeat after me. Foggy. Foggy. Okay, good. Fog is made of lots of tiny drops of water. It's like a cloud, but instead of being in the sky, it's just above the ground. When it is a foggy day, it can be hard to see what is around you, just like you can see in the picture. Okay, now let's go to the next part. What's the weather like? It's foggy. Okay, well done, well done. You're doing a very good job. Now, let's practice some questions. I want to ask you a question, listen, and give me your answer. Are you ready? Let's go. What's the weather like? What's the weather like? Very good, excellent. Next page. What's the weather like? It's raining. Very good. Okay, it's raining. So we say the weather is rainy.
The weather is rainy or it's rainy. Next picture. What's the weather like? Well done. Very good. It's cloudy. Next. What's the weather like in this picture? Okay, good. You're doing a good job. Next. What's the weather like? Very good. Very good. Okay. And the last picture. What's the weather like? Okay, well done, well done. You're doing a great job. So the teacher is going to give you a well done star. Okay, so you're doing a very good job and well done. Thank you so much. Have a good day.